غربله کنید تا میتونید، گریه کنید بلند، اما اکتفا بهش نکنید. تو ما همه کلام خدا اهل بیت رو رها میکنیم، نامه امام حسین به جناب حبیب که از او به صفت بصیرت و تفقهش در دین یاد میکنه رها میکنیم، اصحاب اهل بیت رو نگاه میکنیم، سلمان، مقداد، عمار، ابیذر، اینا هم که همه بصیرتشون بیشتر جلوه گری میکرده، اینا رو هم رها میکنیم، میگیم خب چی برای ما اکتفا میکنه؟ اون کار راحت تره چیه؟ این که ما فقط یه سینه بزنیم و گریه کنیم بریم. این رفقا ظلم به سرمایه ولایته. ابلیس میاد تو ذهن من یه چیزی رو درشت میکنه، میگه ببین سینه تو بزن. من سینه زنم خودم ها، غلطم میکنه کسی بخواد با جریان اعضای اهل بیت در بیافته. حرفم چیز دیگریه، حرفم اینه بابا مگه مراتب نمیخوای؟ عاشورا حدیث قدسیه، مگه تو اون عاشورا نمیگی فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیاءکم و رزقنی البراءة من اعدائکم؟ اگر بناس به معیت برسی، اول معرفت، دوم معرفت، سوم معرفت.